آقا من دیروز سر کلاس نرفتم به خاطر یه سری مشکلات نتونستم برم. امروز مثلا زودتر بیدار شدم کارامو بکنم که زود برسم. دوباره من دیر رسیدم و این سری قطار افتضاح، یعنی توی این تقریبا 10 سالی که من دانمارکم برای اولین بار میدیدم که انقدر قطار شلوغه و انقدر دیر میاد. یعنی امروز شانس من همه چی گره خورده به هم که قطار نیاد. الان دوباره دومین قطارم هم معلوم نیست که بیاد و من همینجوری داره کلاسم دیرتر میشه. خواستم که بهتون بگم از مشکلات روز من سر صبح.